دوستان گرامی، امروز مهمان تلویزیون یوتیوب کانال SSSR TV هستند. استاد بسیار گرامی ما، یکی از ژورنالیستان ورزیده سرشناس شناخته شده میرزا محمود میربابازاده که خدا خواهد ماه فوریه اگر خطا نکنم با سن مبارک 23 فوریه با سن مبارک 84 سالگی میرسند. استاد دائما سلامت باشید و با برنامه ما خوش آمدید. تشکر. که ماه اپریل می میدان ها تغییر میافتند و قبل از اونی که همین فاجعه رخ داد علاقه تاجیکستان به دو میدان تقسیم شده بود، و میدان آزادی و میدان شهیدان. در میدان آزادی افراد می‌ایستادند که مثلا طرفداران حکومت کنستیتوسیونی تحت رهبری سنگک سفرعلی که اینجایی و دیگران در این میدان می‌ایستادند و در اون میدان مخالفین افراطگرایان بودند. همین وضعیت چگونه بود همون وقتی که شما با کار می‌آمدید و در دهن دری ردکسیای شما همه روزه میتینگ ها بودن و آهسته سلاح به دستان پیدا شدن. انا وقتی که دو میدان تشکیل شد همین پیش از چندم می دوم یا چهارم می بود در روزنامه جوانان تاجیکستان در مقابل رهبریت صدای مردم یک چند نفر از همون همکاران و صدای مردم همجا کردن که رهبریت گویا برابری و رایانه حال آنکه همینطور همیشه هر دو جانب برابر یک گونه در اونجا هم به وی داده میشد، دعوا میکرد، چیده همون مواد چاپ میشد. انا همون روز 5 می پگاه شیرالی زاده آمدند امروز آمد این رفیقای اگر با سرداری یک فاتح عبدالله نامش فاتح عبدالله کارمند شما بود؟ خب وای همین چند نفر یک از وای همدیارای شیرالی زاده بود. فاتح عبدالله مدیر شعبه معنویات، بعد مدیر شعبه مکتوب های که امریکا حق بردیه، باز محمد شریف همدانپور کاتب مسئول، اینا از پنجکین با سرادیدی همین انا با همون فاتح عبدالله گویا چاپ کردن. من می‌دونم یه رفته و کافته یاد من چی چاپ کرده بودن اون وقت؟ که همین برابر همین چیزی انعکاسی بازتابی میدان ها برابر نیست در صدر مردم. انا همین خلده همین گفته که حالا که در نبود. خیلی باید که فکر اندیشه شون که دیگر بوده است و هم خیلی چیز کردن. از صدای مردم از روزهای اول از تأسیسش، از روزهای اولی که همین هم نشینی ها چیزی میدان نشینی ها بود و آنها را برابر از انعکاس میکرد در دایره قانون، در دایره چیزی که حکومت و چیزی قانونیت طلب میکرد در دایره همان چیز میکرد که رعایت کرده میشد. انا بعدی که من گفتم خیر امروز کافته ما رفته چی میکنیم؟ من خیلی دیدن چی فایده دیگه؟ خیر ندیده امروز من تا نیمروزی کردم، در بعد نیمروزی چیز رفتم نوبتداری شماره در شرق آزاد در اینجا چون و اداره روزنامه حاضر پارلمان سابق آشانی سیوم در شرق آزاد نشر میشده. در شرق آزاد همینجا من بودم که ساعتهای 5-6 چه بیگاه خیلی میشد یکی میش بعضی ها
علاقه خبر داشتم چراغ روز کارگراشو همجا میگشتن و همونا بعد یکی گفتن که یه هنوز خیلی شده است براندن شیرالی زاده همون زمانی من عبدالواحد و نوبتدار بود و با کسی دیگر بود و همونو قریب سیفه خانه با تمام شد رفتم ماشینم گرفتم و مرگ خانه رفتم که خواب تیر زدگی کجاش تیر خورده بود؟ هم بسیار عمیق زده بودن از دیلش همه از دیلش از همین از چیز خون چکیدگی همه خیلی خوب بود تو وقتی این محمد شریف همدانپور میگه که تو همون لحظه من همراه بودم میگه تو چی درجه و همونجا بود و ایشا خودش نگوید من نمیدونم از تفصیل از کدام طرف از کدام کنج پروندن چی پروندن اکو ایشا من بعد چی شده هفتی شد رفت نرفت که من کشنده و هم تا هنوزم معلوم نیست همون روز 2 نفر رو پرونده بودن و یک نفر در بعد همون روز بعد شنیدیم که در دهه آلی سبید گفتن همونجا هم گویا از کلاب می آوردین می آمدین یا چی خیلی که همونجا هم گویا کسی پرونده بودین همینه اینا در همون دهه آلی سبید حالا همون روز 5 می با امر تقدیر در دهه آلی سوید من هم بودم ما پیاده می رفتیم ما جوان بودیم اینجا ازبک ها و لقای ها و تاجیک ها بودن و ببینید که من شاهد همون تیر پروندم نامعلوم بود کی می پروند همه یک دیگر رو می پروند بنا خود صدای تیر برآمد و تیر پروند این نیرو دسیسه بود و اما حاضر گپ سر مرادالله شیرالی زاده می رود که بعد چی شد جسد رو کی گرفت کجا برد کی برد بعد من همون شب تاریک و همون پیش از اونی که را گویم روزی 5 علاقه میدون شهید آزادی برآمده بود از وی بله ها یا که در عرفه برآمد برآمده بعد همون بله همون روز برآمده باید میرفت من روز 6 می من با ماشین خودم بعد در ماشین ردکسیا و جسدی مرادالله شریف زاده آیلش در ماشین من بعد خالمراد شریف رئیس کمیته انتخابات از وقت پیش رئیس کمیته مطبوعات بودن همون کس هم همدیار همسایه قشلاقی و کس رفتن بعد روز 6 برآمده رفتیم بردیم همون بگاه در توسط کدوم راه رفتید؟ ما با واسطه شهری سبز و همین کتاب و نه شما توسط شهری نه و ترسونزاده برآمدید یا که با عقبه؟ نه این عقبه قطعی نرفتید شما توسط شهری نه و ایسار ترسونزاده حالا ببینید در همین جا گلافزا صبرالدین و بار قصه کرده بود برای ما که وقتی که ما دپوتات ها بعد اونی که در اینجا به ترتیبی ها شد و پرون سر شد و گراگانی ها سر شد گفت که ما دپوتات های ولایت لنین‌آباد همون وقت توسط راه شهری نو می رفتیم که ما رو بازداشت کردن در راه یعنی که پاست های علاقه بنا مجاهدین و عکس الانقلابی ها و عکس الدولتی ها بودن گفتن که وقتی که همین خیلی بودن در اینجا همه اما ما همونجا نداشتن نه گفتن که ما را داشتن گلافزا صبرالدین و ما را همه را برآورده دستور با بالا کرده تفتیش میکردن و شاید میفهمیدن که ما دپوتات پراندنی هم میبردن یا گروگان هم میگرفتن در همین وقت گفتن که اعلان شد که مرده مرادالله شیرالی زاده میگذرد جسد میگذرد در راه را شدن ما هم با ماشین ها پریدیم گفتن که ما هم همراه همینایم یعنی که مرده مرادالله شیرالی زاده کلیه دپوتات های خود وکیلان مردمی ولایت سوغد را از چنگ اپوزیسیون خلاص کرده است یعنی آدمی خوب بعد مرگش هم
فایدهش میرسه. شما بردن مانده؟ بردیم در دفن کردیم در پنجاکی؟ در قشلاق کلالی یک بلندی اونجا. کیها بودن با شما همون وقتی که میرفتن؟ از اونجا از اینجا کی بودن همون؟ از اینجا گفتن به خالق‌الله شریف بعد محمد شریف همدانپور. محمد شریف همدانپور. از اون طرف کی آمد با شما؟ تنها آمدید با که؟ از اون طرف هم باز آیله‌شون آیله‌شون دفن کرده اومدیم. خالمراد شریف زاده آمد. خالمراد شریف زاده. شریف همدانپور شریف همدانپور نه آمده و یک دو سه ماه بعد آید. انا بعدی که اومدیم روز 11 مای بعد من رست دفتر برای منم پیش شورای عالی که اونجا یک ویستاف که مانند کرده بود یادتان باشه اگر دیده باشتن یه اپوزیسیون درون شورای عالی همه ریشدارا اتوماتا همیشه همینجا همین از وستیبولش درون هم تو از تلویزیون نگاه کنم همین ریشدارا اتوماتا داده است همین گشتیان همینجا همین کرده بعد من اونجا ایستادم و رحیم بابا جان بود با کسی من با همون جا بودیم که اکبرشاه اسکندر و رئیس شورای عالی هم چی بود؟ رئیس حکومت موقت. حکومت موقت بعد استعفا کی بود؟ بعد استعفا رحمان نبیر. رحمان نبیر سنتیابر رفت. سنتیابر رفتیم همون وقت همین اسکندر گفت که گزیده برآوردن خیر بند از همون روز خیر بود چی کردیم از اونجا بچه ها رفتن از قاضیات تره جانزاده بود کی بود آدم کاغذ میداد که ها اینا در آمده یا همون چیزشو نگیرن بعد همون شورای عالی با دست قاضیات بود دست همون بعد من در آمدم بچه ها در آمده همونجا ماشینکایی و دیگر آوردن گفتن که سیفاتون و وایاتون همش زدگی شکستگی یا کردگی همه گفته بعد ندارم بعد چند وقت بعد همین کرده یکان چه هم که نیافته بودم ماندن بودم انا بعد از اون ماشینکا آوردیم اینجا انبارخانه هست نه اینجا این طرف انا همینجا با اینجا انبارخانه شرق آزاد اینجا حال یکان آشانه تیار نبود بعد بزودی تیار کنه آشانه نهومه تیار کردن و شما اجرا کننده وظیفه سرماری؟ انا متاسفانه من یگان فرمان نشد که اجرا کننده وظیفه سرمحرر یا دیگر گفته من همچون سرمحرر و معاون سرمحرر تا 16 همه روزنامه برآوردم یگان کس اکبرشاه اسکندر بود دیگر و بود یک رئیسی و یه درباره گپایی و گفتن خودش گذاشته دوران اشوری و خودش عینگی بود داماد عبادت رحیم آقا بود رئیس کمیته و هم با اپوزیسیون چیزی داشت که من یگان اجرا کننده فرمون نبرآمد همین خیلی تا ماه نوامبر تا 16 گزیده برآوردم و 16 من بعد که خودم اجرا کننده رایم نیست که جب مرتضایفه اجرا کننده وظیفه جانشی سرمحرر وقتی مرتضایفه تعیین کرده و اینجا استاد من مردان محمد و چپخان بود برای استنگرام کردن و همینا رفتیم و سیسی خوجان عبدالواحد فضوی آمد از کلاقتی سنگر بابا جان نه همه تیار مردان محمد بابا جان عبدالواحد سه کس می نوشت اونجا امضا ماندگی نیست نه بله نیست اونجا پس تلگرام کی امضا هیچ اونجا هیچ جوایی نبود تهیه فلان این خیلی گویان من از روز اولی که گزیته هم صدای مردم های شد سنگرام شورای عالی سیاسی همش با رهبری من کرمانشاه این که بردار محمد ذوالفقار و اسماعیلیان اینا همه دیکتافون قطع چقان بودن